زکات یک فرض است از ارکان اسلام. بسیار مردم را فراموش کردن. اکثر مولوی صاحبای ما این مسئله زکات نمیگن، از ترس چی میگه باز کسی گمان نکنه که به طرف خود چی میکنه که به ما زکات بدین. ما خب برای راست همیشه گفتیم که من مستحق نیستم. صحیح؟ الحمدلله الله به ما استغنا داده. اگر مستحقش باشه ما میگیم ضرورت نداریم. خود دادن باید بدین زکات. کسی که سرش زکات فرض بشه کوشش کنین به مقاربتان بدین. به مقارب، بیادرزاده، ماما، خوارزاده، همشیره. زکات از دادن هست، حق غریب است، حق فقیر هست. اگر زکات نتی از مالت، این مالت چتل است. چرا چتل است؟ حق دگد مالت گد است. زکات که دادی مال خودت پاک شد. خواهی موضوعی است که این زکات دادن به سادات، زکات دادن به سادات اولاد رسول صلی الله علیه و سلم هستند. اولاد رسول یک نسب بسیار معزز است، مردم مکرم هستند. چرا که اولاد پیامبر ما هستند، قابل تعظیم و قابل احترام هستند. بیخی که اولاد رسول نباشند، از مدینه منوره، از مکه مکرمه که یک شخص باشه، امی دل و دماغ و ایمان ما امی تقاضا میکنه من حیث مسلمان که او را باید چی کنیم؟ احترام کنیم. چرا از وطنی کی است؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم. خاک مدینه و مکه را احترام داریم یا نداریم؟ ما احترام داریم. سادات در حقش رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم میگه از خاطر عزت و احترام و شرافتی نسبیشان پیامبر ما میگه زکات نتین بریزیا. زکات سر سادات نمیشه. چرا که این چرک دست است، چرک است. این چرک نباید بریز و داده شود. به همراه سادات کسایی که دارن، سرمایه دار هستن، اخلاص کنن، هدیه و تحفه بتن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و هم زکات نمی گرفت، زکات نمی گرفت، فدیه روزه نمی گرفت، درست سرسایه نمی گرفت. به سادات هم روانیست. فقهای ما میره میگن به سادات باید زکات داده نشود، برای ازیا هدیه و تحفه و دیگه کمک شود، دستگیر باشیم ما کل فقرا و مساکین. خو اگر در سادات کسی مسکین و فقیر بود، مستحق بود، باید دستگیر یزو باشیم به خاطر احترام رسول الله صلی الله علیه و سلم. خو زکات دادن برای ازیا درست نیست. زکات باید به سادات داده نشود.